زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناس عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو مهر برنامه زمزم معارف. امیدوارم همه عزیزان در سلامتی و عافیت باشند. عزیز سوال کرده اند در ارتباط با یک مسئله داغ روز که خیلی ها این سوال رو معمولاً می کنند. گفتند که جشن گرفتن روز تولد و تبریک روز میلاد افراد چه حکمی دارد؟ برای پاسخی به این مسئله ما از این برنامه انشاءالله سعی میکنیم یک پاسخ اجمالی رو ارائه کنیم و سپس به پاسخ تفصیلی بپردازیم. در برابر این سوال اجمالاً میتوان گفت که با توجه به معارف بلند قرآنی و روایات و احادیث نبوی، اگر جشن تولد به نیت شکرانه نعمت حیات، تشکر از پدر و مادر، شادمانی از رحمت و فضل الهی و همچنین مستحکم نمودن پیوندی میان خویشان و نزدیکان صاحب جشن و اگر بدور از گناه و معصیت برگزار شود، یک امر مطلوب و نیکو و زیباست. البته نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن است که چنین مراسمات را بدور از هر گونه تقلیدکاری از فرهنگ‌های بیگانه به اسلام و مسلمین برگزار نماییم، بلکه این چنین جشن‌ها را با رنگ الهی و اسلامی زیباتر و دلچسبتر برگزار کنیم. در ارتباط با سؤال عزیزان که فرمودند تبریک روز تولد چه حکمی دارد و جشن گرفتن روز تولد حکم شرعیش چیست، اگر خواهیم تفصیلی و گسترده تر پاسخ بدهیم باید به چند نکته توجه کنیم. نکته مهمی که باید اینجا به عنوان قاعده کلی فقهی یادآور شویم قاعده اصالت حلیت یا اباحت است که بیانگر آن است که همه چیز و همه کار برای انسان حلال و مجاز است بجز آن مواردی که خداوند و یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرام و غیر جایز قرار داده باشند. هر گونه مراسماتی که انسانها به مناسبت‌های مختلف شادی یا غم برگزار می‌کنند و اکثر آن مراسمات هم بر پایه عرف و سیره عقلا استوار است، تا جایی که مخالف شریعت نباشد و یا اعمال ناشایست و مخالف شرع در آن رخ ندهد جایز است. حتی در خصوص جشن شادی گرفتن قرآن کریم دستور داده است که جشن شادی در برابر فضل و رحمت و نعمت خداوند باشد. در سوره یونس آیه 59 می‌خوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. بگو تنها در برابر فضل و رحمت خدا شادمانی کنند. از طرف یادآوری نعمت الهی هر لحظه لازم است و روز تولد از روزهایی است که نعمت وجود و زندگی را به یاد انسان می آورد
و به حکم آیه قرآنی و اما به نعمت ربک فحدث که در سوره ضحی آیه 11 آمده که می‌فرماید و اما نعمت پروردگارت را یادآور شو و به زبان بیاور، توجه نمودن به این روز بسیار مناسب است. از جمله مناسبت هایی که انسان ها همه جا به آن توجه دارند روز میلاد است و در آن روز جشن تولد برگزار می کنند. در نگاه اسلامی جشن تولد شرعاً جایز است، زیرا در این جشن یک نوع یادآوری نعمت بزرگ الهی به نام وجود و حیات و زندگی انسان تولد شده است. به دنیا آمدن و زاده شدن از جمله نعمت‌هایی است که خداوند نیز به آن تأکید دارد و در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام خود الله متعال تبریک نموده از زبان عیسی علیه السلام فرموده است و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سوره مریم آیه 33. سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که خواهم مرد و روزی که زنده برانگیخته خواهم شد. در سیره صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که آن حضرت روزهای دوشنبه هر هفته روزه می گرفتند. روزی از ایشان پرسیدند که چرا محض روز دوشنبه روزه می گیرند؟ در جواب فرمودند ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علی فیه. این حدیث را امام مسلم روایت می کند که وقتی از پیغمبر سوال کردند که چرا محض روز دوشنبه روزه می گیرند، در جواب فرمودند در روز دوشنبه من زاده شده ام و آن روزی است که بر من در آن روز به عنوان پیامبر وحی نازل شد. از این رفتار و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میابیم که روز تولد، روز بعثت و روزی که وحی بر آن حضرت نازل شد از نعمتهای بزرگ الهی بود که پیامبر جهت شکر در برابر این نعمتها روزه می گرفت و هفتگی از این نعمتها تجلیل می کرد. خب اگر ما هم پیرو پیغمبر هستیم، یکی از عملهای نیک در روز تولد آن است که انسانی که در اون روز تولد شده است به خاطر شکر این نعمت، شکر حیات، روزه بگیرد. این خودش یک سنت هست، سیره پیغمبر هست. جشن تولد هم اگر به نیت شکرانه و تشکر از خدا در برابر نعمت زندگی برگزار شود جایز و مناسب است و مشارکت و حضور خویش و اقربا هم در این جشن از باب شرکت و مشارکت در شادی انسان هم مستحب و هم مطلوب هست و هم از موارد انجام صله رحم و تقویت پیوند خویشاوندی است. در این روز مهم خصوصاً مهمتر از خود صاحب جشن مادر است که او را به دنیا آورده است. اگر در قید حیات است باید از مادر به طور شایسته تقدیر و تشکر شود و اگر در قید حیات نباشد فاتحه و صدقه برای او انجام گیرد. نقش مهم پدر در تربیت و پشتیبانی فرزند بر کسی پنهان نیست و می بایست در این جشن از فداکاری و زحمت‌های پیوسته و فراوان پدر نیز تقدیر و تجلیل شود. بنابراین اگر جشن تولد به نیت شکرانه نعمت الهی، تقدیر از والدین، شادمانی از رحمت و فضل الهی و تقویت پیوند خویشاوندی و البته بدور از گناه و معصیت برگزار شود مطلوب و نیکو و زیباست. البته نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن است که چون این مراسمات را بدور از هر گونه تقلیدکاری از فرهنگ‌های بیگانه به اسلام و مسلمین باید برگزار نماییم و بلکه این چنین جشن‌ها را با رنگ الهی و اسلامی زیباتر و دلچسب‌تر برگزار کنیم. امیدوارم این پاسخ در خور توجه عزیزان باشد و همه ما را خداوند
در پناه و عصمت خودش نگه دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو ای خورشید سپهر دلها، مولا یا مولا، در آسمان ها به بیکران ها نور تو پیدا. ای رهنما و معلم ما، مولا یا مولا، حبیب الله، شفیع الله، پیامبر یا رسول الله، یا شیء مدینه، یا شیء مدینه، هر کس عاشقتن دلی مشکینه، دلی مشکینه. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org